و اولین ویدیو. سلام، به اولین ویدیو یوتیوب من خوش اومدید. خب توی این ویدیو اول از همه میخوام خودم معرفی کنم که بگم که من چیم، چیکار میکنم، کجا زندگی میکنم و قراره که توی چنل یوتیوبم که تازه دارم استارتشون میزنم چیا رو باهاتون به اشتراک بذارم. خب من نوشتم متولد 1/2/1377 و 2-3 ماه دیگه میشه 3 سال که مهاجرت کردم به اسپانیا. اینجا توی شهر سالمانگا زندگی میکنم. در حال حاضر دارم داروسازی میخونم، سال 2 داروسازی هم. و اینکه توی ایران علوم آزمایشگاهی خوندم، بعد توی آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردم و بعد خیلی اتفاقی تصمیم گرفتم که به اسپانیا مهاجرت بکنم. حالا که میگم خیلی اتفاقی، یعنی مثلا اینجوری نبود که من کلا قصد مهاجرت نداشته باشم و یهو واسم پیش اومده باشه. نه، من از زمانی که تونستم خودم رو بشناسم و بفهمم که از زندگیم چی میخوام دقیقاً، البته این قسمتش رو هنوز خیلی دقیق متوجه نشدم هنوز، ولی وقتی که به هر حال یه شناختی از خودم به دست آوردم و فهمیدم که کلا چه نوع سبک زندگی رو دوست دارم، متوجه شدم که خب من دوست دارم که مهاجرت بکنم و اینکه این مثل یک روز برای من روشن بود که من بالاخره مهاجرت میکنم. اما خب توی ذهنم این بود که من حالا برای ارشد بخوام اقدام بکنم، بخوام بیام مستر بخونم یا برای دکترا، چون توی ذهنم این بود که من اگه که مثلا ارشد رو توی ایران توی دانشگاه خیلی خفن بگذرونم و یه رزومه خیلی خوبی بتونم برای خودم دست پا بکنم، برای دکترا میتونم برم یه کشور عالی با فاند، یعنی فاند بگیرم و برم. اما بعد زندگی جور دیگه شد و اصلا چیزی نبود که من توی ذهنم داشتم و خلاصه اوضاع جوری پیش رفت که من اومدم اسپانیا و کلا از صفر شروع کردم بخوندن و خب کلا قید مدرک لیسانسم هم زدم، چون که من دانشگاه دولتی درس میخوندم و برای اینکه مدرکم رو بخوام آزاد بکنم بعد کلی هزینه میدادم، هزینه اساسی مدرک میدادم، 2 سال باید طرح اجباری میرفتم و خب من نمیخواستم که این کار رو انجام بدم و خلاصه که تا به الان بیخیالش شدم. حالا از اینجا به بعد رو که نمیدونم به مدرکم قرار احتیاج پیدا بکنم یا نه رو واقعا نمیدونم. و اینکه یه چیزی بهتون بگم، چون که این اولین ویدیو یوتیوب منه، مشخصه که من الان کلی استرس دارم، ممکنه که از این شاخه به اون شاخه بپرم و خلاصه یک کمی با من مدارا بکنین تا من یکم عادت بکنم به این حرف زدن تا اوضاع بیفته روی روال. آره، توی چنل یوتیوب هم قراره که با شما روزمرگیام به اشتراک بذارم، اینکه زندگی یه دانشجوی خیلی 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 معمولی توی اسپانیا قراره که چطوری باشه اینجا، چون که زندگی من خیلی معمولی و یک نواخته و اینکه قرار نیست چیزی رو شواف بکنم، قرار نیست رویا بفروشم و فقط قراره که یه بخش بزرگی از زندگی رو با شما شریک بشم. پس بریم ببینیم چی میشه. خب برای شروع گفتم که اول اتاقم رو بهتون نشون بدم که کجا زندگی میکنم. اینجا اتاق دوست داشتنی منه که خودم با اتاقم خیلی حال میکنم. اینجا کمدمه که همش آینه است و این جوراب‌های منه. داخل کمدم نشونتون نمیدم چون که به شدت شلخته است، من کلا آدم شلخته ایم. بعد اینم که تختمه، همیشه انقدر مرتب نیست،
امروز چون که میدونستم قراره واسهتون ویدیو بگیرم مرتبش کردم، چون گفتم که هنوز یکم با هم دیگه رو در وایسی داریم و بهتره که مرتب باشه همه جا. بعد اینجا میز تحریر منه، اونم که لپتاپمه، اینم که چراغ مطالعه است، اینم که جزوات دوست داشتنی منه. بالا هم 2 تا قفسه داریم با 2 تا عروسک خوشگل. و این صندلی، این هم باز یه طبقه دیگه است که این قسمت یک سری خوراکی داریم و این قسمت قهوه و چای و بقیه چیزا. و اما قسمت دوست داشتنی خونه من اینه که یه تراس کوچولو دارم که رو به خیابونه. البته اینجاش که میبینین کثیف شده و من هنوز تمیز نکردم و فکر نمی کنم که هیچ وقت من بخوام تمیز بکنمش. آره، خلاصه این بخش دوست داشتنی اتاقمه که این در اینطوری هم به حالت پنجره در میاد، میبینین میشه پنجره و میتونیم ببندیمش. خب اینم از اتاقم که دیدین چطوریه. حالا توی یه ویدیوی دیگه ولاگ میگیرم که بقیه جاهای خونه هم ببینین که کلا خونم چه شکلیه. فعلا فقط خواستم که یکم آشنا بشیم با من، با جایی که توش زندگی میکنم و بیشتر اوقاتم رو میگذرونم. خونه من 6 تا اتاق داره که در حال حاضر 5 تاش پره. اتاق این سمتی یه دختر است که اسمش ماریا است و از ایتالیا است. ما پارسال 2 تایی با هم بودیم و 2 تایی اینجا زندگی میکردیم و بقیه اتاق خالی بود و خب اونم اکثر وقتا میرفت پیش دوست پسرش و کل این خونه یه گنده در بست در اختیار من بود. ولی امسال دیگه اینجوری نیست. خونه های دیگه هم دارم. اتاق این سمتی مال یکی دیگه است که مال خود اسپانیا است، ولی سالامانکا داره درس میخونه، اما خب یه شهر دیگه زندگی میکنه. بعد اتاق کناریش هم مال یه آلمانیه که دوباره دانشجوه و امسال به صورت اراسموس اومده اینجا و داره درس میخونه. و یه اتاق دیگه که اون مستره و هم دستشوی داخلشه مال یه تایوانیه که اونم اینجا داره درس میخونه. معمولا توی اسپانیا اینطوریه که بیشتر این مدلی دانشجوها خونه اجاره میکنن، یعنی به خونه به صورت دربست اجاره کردن خیلی 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 سخته چون اجارهش خیلی زیاده و خب به همین راحتی به دانشجوها خونه نمیدن و شما حالا باید یا قرارداد کاری داشته باشین یا خیلی چیزای دیگه که فکر نمی‌کنم که خیلی جذاب باشه حالا تو این ولاگ بگم. و یا اینکه مثلا استودیو داشته باشی که مثلا یه جایی باشه مثلا همین اتاق ولی آشپزخونه و همدستشویی همه تو هم دیگه باشه. ولی چیزی که خیلی رایجه و همه دانشجوها 90%شون انجام میدن همین خونه های اشتراکی و بقیه دانشجو هست. و اینکه یه گزینه دیگه ای هم که هست خوابگاه هستن که خب خوابگاه ها خیلی قضیهشون فرق میکنه. کلا اگه که پیج اینستاگرام منو حالا داشته باشین بهی اسپین که این زیر واسهتون مینویسم، اونجا اتفاقا یه مینی ولاگ کوچولو دارم از یکی از خوابگاهایی که رفتم دیدم و ولاگشو واسهتون توی صفحه‌ام گذاشتم. اونجا اتاقا فرق میکنه، اتاقا بزرگ هستش، کوچیکه، نمیدونم یا خیلی لوکس میتونه باشه، ولی خب بیس کلا یه جوره. اما امکانات خوابگاه ها بیشتره چون که سالن مطالعه دارن، باشگاه دارن، نمیدونم سالن سینما دارن و خیلی امکانات متنوع دیگه که میتونه داشته باشه. اما از اون طرف هم اجاره که شما پرداخت میکنین واسهش بیشتره و خب باید دید که با کدوم آپشن شما اوکی هستین دیگه. خب بچه ها امیدوارم که از اولین ویدیو یوتیوب من خوشتون اومده باشه. اگه که
دوست دارین که بیشتر با زندگی من آشنا بشین، ولاغای روزمره دوست دارین و بدونین که زندگی یه دانشجوی خیلی 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 معمولی توی اسپانیا چطوریه. خوشحال میشم که چنلمو به بقیه دوستاتونم معرفی بکنین، سابسکرایب کنین، به ویدیو لایک بدین و همین دیگه. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین. خدافظ.